سلام عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب خبرهای نسبتا خوب رو داریم میشنویم. ریتا داره میاد پایین. تا پایان سالم ما هنوز 2 تا میتینگ دیگه داریم، یکی توی اکتبر 23 و دیگری دیسمبر 11 که احتمال داره که اونجا هم باز دوباره هر کدوم 25 صدم ریتا بیاد پایین. الان پرایم 6 و 45 و احتمالا تا اون موقع میاد تا 5 و 95 فکر میکنم. و بسته به این که شما چقدر، اگر که وریبل هستین، چقدر دیسکانت دارین روی پرایمتون، ریت شما تعیین میشه. بعضی 1% دیسکانت دارن، بعضی یه مقدار کمتر 6 دهم. بسته به اون شما مشخص میشه که چقدر ریتتون هست اگر هنوز با وریبل هستین. یکی از چیزایی که میخواستم خدمتون عرض بکنم اینه که فعلا ریت ها رو به پایینه، همونجور که وریبل در حال پایین اومدنه، فیکس هم همینطوره. اینه که اگر موقع رینیوتون شده، خیلی ها الان بانکاشون بهشون زنگ میزنن، میگه ماه جلوتر 2 ماه جلوتر که بیاین مثلا ریتتون رو الان بگیریم، با ما یه ریت خوب بهتون میدیم و اینا. ولی تا لحظه آخر شما سعی کنین که صبر کنین. یعنی حالا حتی مثلا اگر مچوریتیتون یه هفته دیگه است، اون موقع تصمیم بگیرین، ولی امضا نکنین زودتر از اون، برای اینکه فعلا ریت رو به پایینه. اینه که ممکنه شما یه سی امضا بکنین و بعدا ریت پایین تری هم وجود داشته باشه. اینه که تا لحظه آخر فعلا در شرایط فعلی تا لحظه آخر سعی کنین که امضا نکنین. اگر مچوریتی دیتتون تو این فاصله الان هستش، چه میدونم تا آخر سال یا حتی بعدش، فعلا ریت ها رو به پایینه. مسئله دومی که میخواستم باتون صحبت کنم اینه که میدونم خیلی از شماها با ریت های خیلی پایین گرفتین، 2.45 گرفتین، 3 گرفتین، 3.25 گرفتین، از اینجور ریت ها. الان خب فیکس مثلا 5 ساله یه چیزی بین مثلا فکر کنین از 4.5 تا 5، بسته به این که این شورت باشه، این شوربل باشه، چجوری باشه، ریتا فرق میکنه. ولی خب ریتا تو این حدود هستش. اینه که ممکنه موقعی که شما میخواین برین خب مورگیجتون رو رینیو بکنین، احتمال این هستش که خب یه مقدار ریتا پیمنتاتون بالا بره، به خصوص برای کسایی که وریبل گرفتن و تو این مدت اصلا هیچی از، مثلا اگر شما با TD بودین، شما اکثریتتون هیچی از پرنسیپلتون ندادین و تازه حتی بعضی وقتا بدهکار هم شدین به بانک به خاطر اون مسئله. اینه که ممکنه پیمنت های شما بالا بره و یه پیمنت شاک داشته باشین. اما حتما در نظر بگیرین که شما میتونین امورتایزیشناتون رو دوباره یه مقدار اکستندش بکنین. یعنی اگر مثلا امورتایزیشنتون 25 ساله، میتونین رو دوباره 30 سالش بکنین. برای بعضی از شما که این شورت مورگیج دارین، یعنی با اینشورنس مورگیج گرفتین، ممکنه لندرتون بهتون بگه که نه، این امکان وجود نداره که ما بخوایم اینو اکستندش بکنیم و باید با همین بریم. اصلا اینطور نیست. شما اگه لندرتون رو عوض بکنین، میشه دوباره اکستندش کرد و طولانی تر کرد مورگیجتون رو، دوباره 25 سال کرد 30 سال و پیمنت ها شما رو پایین آورد، که در اون صورت تقریبا پیمنتتون همین چیزی میشه که الان داریم. اینه که اینا حتما در نظر بگیرین. اگر که موقع مچوریتیتون شد، حتما با من در تماس باشین، به من زنگ بزنین و ببینیم که چه ریتی بهتون بانکتون میخواد بده. و اگر ریت خیلی خوبی بودش که با همونا میمونین، اگر که ریت جایی بهتری بود که بدون اینکه هیچ هزینه‌ای براتون داشته باشه، ما میتونیم شما رو ببریم. ولی این 2 تا آپشن رو خواستم حتما در نظر بگیرین که یک، زودتر از موقع اصلا امضا نکنین، صبر بکنین. حتی با بانک خودتون اگر میخواین بمونین، صبر بکنین تا لحظات آخر، دوباره نگاهی بکنین، چک بکنین مورگیج ریت ها رو. و دوم این که شما این آپشن اکستند کردن مورگیجتون هم دارین. حتی مثلا اگر 15 سالش مونده، میتونین بکنین 30 سال. این آپشن وجود داره. اینه که اگر دیدین پیمنتاتون خیلی بالا میره، از اون جایی که حالا دارین باهاش کار میکنین، بپرسین خب پیمنت من چقدره با این ریتی که دارم میگیرم. و اگر دیدین که از اون مقداری که میخواین بدین بالاتره، اکستند بکنین امورتایزیشنتون رو به مدت بیشتر.
مارکت داره یه تکونی میخوره، به هر حال این پایین اومدن ریت کمک میکنه، اما مهمترین عاملی که به نظر من هنوز هم باعث میشه که مارکت سرد باشه اینه که کوالیفاینگ ریت ها هنوز بالاست، اون چیزی که به نام استرس تست میگن. یعنی شما هر ریتی که الان میگیرین ما مجبوریم شما رو با 2% بالاتر کوالیفای بکنیم. به خاطر همین اون ریت کوالیفای بالاست و مقدار مورگیجی که میشه گرفت کم میشه. اینه که یکی از دلایل اینه که خب قیمت ها همه بالاست ولی خب مقدار مورگیجی که میشه برای افراد گرفت هنوز کم، به اون مکسیموم نیست. حالا ببینیم که آیا اون رو هم تغییر میدن یا نه. در هر صورت اگر سوالی چیزی بود در خدمتتون هستم. امیدوارم که روز و هفته های خوبی داشته باشید. خداحافظ.